با مناسبت گسیل نواسکران در امفی‌تئاتر قصر ارباب چاره‌بینی با شکوه با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، کارمندان کمیسریت حربی، مسئولین میزهای حربی، جماعت‌های شهرک و ناحیه‌ها، سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدین و پیوندان جوانان ادای خدمت مادر وطن را اختیار نموده برگزار گردید. در مجموع بیش از 7000 نفر اهالی ولایت در این چاره‌بینی پرشکوه اشتراک نمودند. امروز به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از شهر و ناحیه‌های ولایت 1200 نفر جوانان با خواهش خود سفربر می‌شوند. سپس از جانب صنعتکاران ولایت برنامه فرهنگی، رقص و صحنه‌های جالب پیشنهاد گشت که دعوت شوندگان یکجایه با والدان و پیوندان سرور و شادمانی نمودند. از جانب افسران قسم‌های نظامی پس از اتمام برنامه فرهنگی نواسکران با روحیه بالیده به مرکز ناحیه باباجان غفورов رفتند. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 14 مارس سال 2017 تحت رقم 852 ماه‌های اپریل می سال 2017 شهروندان جنس مرد تا روز دعوت به سن 18 رسیده، اینچنین شهروندان سن کلانتر جمهوری تاجیکستان که حقوق به تأخیر انداختن مهلت دعوت یا آزاد بودن از دعوت به خدمت حربی را ندارند، باید ادای خدمت حربی نمایند. با خواهش خودم به خدمت حربی و ادای وظیفه میروم. من این قرض خود را با روزگی خودم و با روزگی پدر و مادرم اجرا می نمایم. همه خوردی پسر ما یک دویم بچه گوته که راستیم خدمت ده نامش شیرزاد جان 99 سال توقعش الهی جوانا رفته وطن خودش به خدمت کرده بیاد. پدر و مادرش جوانش دراز شود آمده دیش پدر و مادر با کابرش دوام داده تیری به دولتش مهم باید 80 داده. رستم احمدов برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.